سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. شهاب هستم از مجموعه ارتباطات پردیسمانا. در خدمتتون هستم با آموزش راه اندازی DDNS روی میکروتیک. تو این سرویس قصد داریم که DDNS رو روی میکروتیک راه اندازی بکنیم و بدون اینکه شما IP استاتیک داشته باشین بتونین از راه دور به شبکه لنتون دسترسی داشته باشین. برای این کار نیاز هستش که شما سرویس DDNS رو روی میکروتیک تنظیم بکنین و به میکروتیک بفهمونین که هر چند وقت یک بار خودت رو آپدیت کن با اون ارائه دهنده اون DDNS و بهش بگو که اون IP که الان دریافت کردین چی هستش. برای این کار ما از سایت dnslab.link استفاده میکنیم. شما میتونین وارد این سایت بشین و ثبت نام بکنین و یه چیزی هلوش 4 روزم فکر میکنم رایگان به شما این سرویس رو میده و میتونین ازش استفاده کنین. ما قبلا اینجا اومدیم ثبت نام کردیم، بعد لاگین کردیم و از قسمت داینامیک قسمت هاست نیم رو کلیک میکنیم. حالا ساخت هاست نیم رو من کلیک میکنم. توی قسمت سمت راست قسمت هاست نیم نیاز هستش که یه اسمی رو به دلخواه شما بنویسین. بعد تو قسمت IP نیاز هستش که IP که در حال حاضر از ISP دریافت کردین رو وارد بکنیم. من میام اینجا یه مای آی پی میزنم و اون آی پی که دارم رو کپی میگیرم و وارد این کادر میکنم و تو قسمت هاست نیمم میام یک اسم دلخواهی رو وارد میکنم. یه اسمی رو وارد میکنم و قسمت ذخیره رو کلیک میکنم. خب این گفت که معتبر نیستش، حالا یه چیز دیگه رو وارد میکنیم. خب این اسم ما رو معتبر دونست، هاست نیم رو ایجاد کرد. وقتی هاست نیم رو که ایجاد کرد نیاز هستش که بریم سمت در واقع میکروتیک، تو قسمت اسکجول یه اسکریپت رو وارد بکنیم و به میکروتیک بفهمونیم که هر 10 ثانیه هر 20 ثانیه اون چیزی که شما نیاز دارین خودتو آپدیت کن با این سایت. من یه اسکریپتی دارم، این اسکریپت رو کپی میکنم و از وارد این میکروتیک هم میشم و از قسمت سیستم تو قسمت اسکجول میرم و یه اسکجولی رو براش درست میکنم. اینجا این اسکریپت رو وارد میکنم و میگم هر 10 ثانیه یک بار شما چک کن، اگر آی پی تغییر کرده به اون سایت گزارش بده. یه قسمتی میمونه، اگر قسمت توکن میرم وارد قسمت این توکن میشم، از سمت راست قسمت توکن میام یه ایجاد توکن رو میزنم و اون هاست نیمی که درست کردم رو انتخاب میکنم و میام یه اسمی رو براش میذارم، مثلا من تست میذارم. بعد ذخیره رو میزنم. توی قسمت جزئیات روی این تست قسمت جزئیات میرم، یه لینکی وجود داره، این لینک رو کپی میکنم، این لینک رو کپی میکنم و میارم بین این دو کوتیشن قرار میدم، بین این دو کوتیشن قرار میدم و اپلای و اوکی رو من میزنم.
صبر میکنم یه دفعه میکروتی خودش رو با اون سایت سینک بکنه. وقتی که سینک کرد من میتونم به قسمت هاست نیم برم و این آدرس رو کپی بکنم، یه نیو وین باکس میزنم و اینو تست میکنیم. همونطور که میبینی ما به وسیله اون آدرسی که روی سایت DNS لب درست کردیم وصل شدیم و حالا ما میتونیم سرویس های مختلف رو روی اون راه اندازی کنیم. تو آموزش های بعدی سعی میکنیم که ویدیوهایی از سرویس های مختلف، حالا VPNی که به صورت سکیورتر ما بتونیم با این آدرس به صورت سکیورتر بتونیم وصل بشیم به اون شبکه لنمون، برای شما تهیه میکنیم که بتونین از این روش استفاده بکنید. بعضی اوقات هم پیش میاد که شما سرویسی رو اندازی کردین که نیاز دارین به آی پی استاتیک، اون سرویس پرووایدری که ازش اینترنت تهیه کردین به شما آی پی استاتیک نمیده. نکته ای که توی این آموزش هستش اینی که شما یا به صورت PPOE بتونین مثلا PPOE زده باشین روی اون روترتون، یا اینکه اگر هم PPOE نیستش و کانکشن PPOE تون روی مودم قرار داره و شما از طریق DHCP کلاینت اومدین اینترنت رو دریافت کردین، اون سرویس پرووایدری که اینترنت گرفتین CG نت نشده باشه. اگر CG نت نشده باشه میتونین با این روش به راحتی وصل بشین و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه برای شما. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. شما رو تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارم.